سلام كمسك الختام. به نام خداوند بخشنده و مهربان. الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه اجمعین. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درس امروزه ما حرف لام می باشد. برای یافتن مخرج این حرف پیش از این حرف الف و فتحه می گذاریم. ال مخرج حرف لام این سرشوی کام می باشد. سری زبان به سرشوی کام می رسد. حرف لام دو طرز تلفظ دارد. یکم در اکثر حالتها باریک خوانده می شود. و در یک حالت غفص خوانده می شود. اکنون بیایید با هم فرقیت غفص خواندن و باریک خواندن آن را در مخرج ببینیم. هنگامی که باریک خوانده می شود ببینید قفای زبان هموار است و هنگامی که غفص خوانده می شود قفای زبان بالا برداشته می شود. یعنی مخرج هر دو یک است، سرشوی کام. فقط در نتیجه برداشتن قفای زبان حرف لام غفص خوانده می شود. و این یک حالتی که حرف لام غفص خوانده می شود اگر پیش از کلمه الله فتحه و ضمه آید غفص خوانده می شود. مثال الله و اگر پیش از لفظ جلاله کسره آید لام باریک خوانده می شود. مثال لله. حرف لام با فتحه چنین خوانده می شود. لا با کسره چنین. لی با ضمه چنین. لو لبها به پیش برآورده می شوند. لو. حرف لام حرفی چهار شکله بوده پیش از خودش و بعد از خودش به حرفی دیگر پیوست می شود. حرف لام در اولی کلمه چنین نوشته می شود. از بالا به پایان به حرفی بعد از خود پیوست می شود و در بین چنین نوشته می شود. از پایان به بالا و بعد از آن به پایان به حرفی پیش از خود و بعد از خود پیوست می شود و در آخر چنین نوشته می شود. از پایان به بالا و بعد از آن به پایان از خط می گذرد و به حرفی پیش از خود پیوست می شود و در علیحدگی چنین نوشته می شود. اکنون بیایید با هم مثال های حرف لام را می خوانیم. مثال اول الف با فتحه لام با سکون. مثال دیگر با فتحه لام با سکون. بل. مثال دیگر لام با فتحه میم با سکون. لم. مثال دیگر نون با فتحه ز با فتحه لام با فتحه. نزل. مثال دیگر لام با فتحه ز با کسره میم با فتحه. لازم. مثال دیگر کامل. مثال دیگر الف با فتحه کف با سکون میم با فتحه لام با فتحه. اکمل. مثال دیگر الف با فتحه کف با فتحه لام با سکون نون با فتحه. اکلنا. مثال دیگر الف با فتحه کف با فتحه لام با سکون تا با فتحه. اکلت. مثال دیگر تا با فتحه ز با فتحه لام با سکون ز با فتحه لام با فتحه. تزلزل. مثال دیگر یا با فتحه تا با فتحه ز با فتحه لام با سکون ز با فتحه لام با ضمه. یتزلزل. مثال دیگر میم با ضمه تا با فتحه ز با فتحه لام با سکون ز با کسره لام با سکون.
متزلزل متزلزل. بار دیگر با هم تکرار میکنیم. ال بل بل. احتیاط شوید در وقتی تلفظ حرف لام با سکون قلقله نشود، یعنی ال نشود، زبان را از کام تیز نمیگیریم. ال این از طرز درست تلفظ کردن. بل لم نزل لازم کمول اکمل اکلنا اکلت تزلزل یتزلزل متزلزل. این بود پایان درس امروزه. وظیفه خانگی قاعده، شکلها و مثالهای حرف لام را در دفتر کاری خود بنویسید. فراموش نکنید که تنها گوش دادن این 4-5 دقیقه درس به شما کافی نیست. شما باید خود آموزی کنید. این درس ها به مثل آنند که کسی به شما راه را نشان داد و اگر خودی شما حرکت نکنید در این راه به مقصد نمی رسید. پس سعی و کوشش را فراموش نکنید تا که با آسانی الفبا را آموخته به قرآن خوانی شروع کنید. و در زیر این نوار سروغه این کتاب را می گذاریم. در آمده از پلی مارکت فراورده درس را باری دیگر تکرار بکنید. به نهایت برنامه خوب است. منتظر درس های آینده باشید و دعا را در حق ما فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.